بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزیزان محترم امروزنگی صحبت خفترنگ مانده انشاءالله یک خورسند خبر که پروردگار مو همین روز به ختم قرآن یکونش نصیب کرد. پروردگار وعده کرده ای که کدام منزلنده کلام الهی ختم شود، بعد همون ختم کرده شدن همون منزل پروردگار 600,000 فرشته گسل میکرده است. همون منزلنگه ها چخیل دعا کرده استنگری همون فرشته ها آمین گفته میسدیان. یعنی همین خیلی یک محل مستجاب انشاءالله قریبیم. اول از پروردگار قلب و مویا همون منزل هانده اجابت دعا کند. پیامبر نبی صلی الله علیه و سلم همین خیلی دعا میکردن که ماه رمضان انده از آن دعاها صحابه ها قلبشان لرزه می اومد. برای همین هم صحابه ها بسیار دعاهاشون رمضان با میموندن. رمضان انگی تراویح حکم تهجد انسان میشد. یعنی همون کدام انسان با تهجد خواندن عادت باشد گری رمضان انده همون تراویح خواندنش منزل تهجد انسان میشد. تهجد باشد پیامبر ما فرض بود. استعاذ بالله و من اللیل فتهجد به نافله. یعنی برای پروردگار شما نفلا نماز خوانید گفته پیامبر خدا و خسته تهجد خواندن پروردگار فرض کردگی. همون تهجد فقط آن انسان هایی که عاشقی پیامبر هستند همه انسان ها نصب میکرده است. برای همین این خیلی مقام خاص به دعا کردن لازم است. امروز حدیث صدر میگن که من تواضع لله رفعه الله. یعنی کدام انسان درای خدا شده برای خدا شده خودش خاکسار گردگری داند که و انسان پروردگار مقامش بلند کرده است. مقام ما در نزد خودش بلند کردگی انسان این دنیا انده خاکسار کرده مونده است. کلش خمک آدم ها ناز معامله میکند، کبر نمیکند، دیگه انسان های دلش به آزار نمیدهد. انا همین خیل یجد آدم خاکسار دیگه گفتگی صفت برای ما از دیگه زبان جمعیت اگر پروردگار برآورنده گری دمک دانم که پروردگار ما در نزد خودش مرتبه می برداشته است. او یک ماه پیشننگه حدیث قدسی بود که پروردگار روی زمین انده گواه های خلق کرده موند. گواه های پروردگار این جماعت ها گفتگی ماننده حدیث بود. یعنی جماعت اگر ما آدم خیر، آدم خاکسار، آدم نیک گفته بهاتیان خرسند شویم که پروردگار ما همون انسان های نقدش کرده است. از عکسش شدن خدا خواهش نگه دارد. جد آدم نوبابت خیرت خلاص شدم گفتگی صفت خدا نگه دارد و برای یکی ما اگر بیان شود گری این حال ناز نه. برای همین از این خیل حال ها از پروردگار پناه میپرسیم. ثانیاً حدیث اندر میگن که من حسب کلامه فی عمله قل کلامه الا ما فیها یعنیه. کدام انسان پروردگار سخنهاش ناز کرده موند گری و انسان سخنش کم کرده موند. آن سخنهایی که برای و انسان کم شد دیما و انسان همون سخن کردگیش روز قیامت و انسان منفعتش به کار میتید. از صفتهای نیکی حساب میشده است کم گپ ما. کدام انسان کم گپ کند گری دیما پروردگار همه بندش ناز میده است. دیما پروردگار همه بندش به نیکی خواهد است برای همین و بندش کم گپ کرده است و همون
کم گپش هم برای و انسان منفعت دار کرده مونده است. نیم ساعت خب شده یک تا گپ زده دل همه نمی رنجانده است و هم کم گپی هم همون در کم گپینده پروردگار ما همین خیل سخنهای با معنی عطا کرده باشد. انشاءالله این چیز برای ما منفعت است. سوم حدیث ایثار خونده بودم بسیار مهم بدنش با در اینترنت هم تقسیم میکنم. بس گفتن که من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. کدام انسان علم طب را و انسان نآموخته یک انسان با یک دوای توصیه کنه دیگری داند که و انسان همون دوستش به ضامن شده است. خودی اسلام انده همه ما مفتی شدگی باین حیات مانده خود همه ما طبیب شموندیم ده. اگر جاها یک شنوده یک انسان من به یک خودم به یک دوری استفاده بلوشم من فایده کاشته دیگری من به همه خیلی فایده کرد گفته نمی گفتیمو همین فلان دورنده فایده بده است گفته همون خودم و علمش همون علم همون طبی نبودگی انسان همه خیلی درباره طبابت سخن کردنش این و انسان ها و حیاتش به ضامنش به اشاره بده است. برای همین خدا ما فوردم یک انسان ما فوردم از عامه و از تفسیر کردن احتیاج شدیم که ممکن و انسان به زیان میکند زیان هم نکند فایده هم نکند همون برای همون داری دوا صرف کردگی پلش اسراف میشد. انا من دوره خودم من 1 میلیون به خریده فایده کردم گویمو و انسانی یونانگمو از طبیب نپرسیده و هم 1 میلیون به دوره خرید و انسان به فایده نشود همون 1 میلیون همون دوستمو اسراف کردگی همون اسراف دوستمو ما سبب چه میشیم. برای همین خودمو به خودمو هر خیل چیزهای از تفسیر کردن خودمو احتیاط کنیم. در پیغمبر خداوند همه ما از یک واقعه بخبرم یک مدینگی نبودگی انسان مسلمان میشد و طبیب بود و پیغمبر خدا یک چند ماه زندگی میکند و یگان کس و طبیب به مراجعت کنه بیاد و حالا که یگانه طبیب در مدینه هوای بود پیش پیغمبر خدا آمده ای رسول خدا مدینه یگانه طبیب من باشم یگانه آدم یگانه جشه بیمارش شکایت کرد نآمد گفتن ده رسول گفتن رفته تیم دیارت به اسلام یاته اسلام مکمل یاد گرفته انسان به طبیب احتیاجش نمیموند. حقیقتا حیات مانگی طرز زندگی ما فکر ما درباره اسلام پر باشدگی ما طبیب در کارش نمیشه دیگه چیزا عصب ما ایران کرده یک مدمه عصب ما ایران که گشتم میگیرم و حالا که تقدیر نیکی بعد خدا گفته که انسان همون شدگی واقعی ناخوش دیگه او نکند. آن چیزی که ما آمد از آن ما آن چیزی که ما آمد از آن ما نه این تقدیر گفته فهمیدگی انسان ناآمدگی چیز به خفه هم نمیشد نوتورو آمدگی گفته او نکرده همون چیز نصیب من بس گفته همون مصیبت قبول بکند. از ایمان ما سستش ما کسل ها مصابی ایمان ما مستحکم باشد ان شاء الله از خدا دانم و خدا و الله با مطلق اطاعت کنم مگری ان شاء الله اونچه منچه تبابد و احتیاج و بسلش نیست. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الاخره برحمتك يا ارحم الراحمين.